الو سلام بفرمایید. آقا من که خدمتتون عرض کردم کم تماس بگیرید. کار آماده بشه خودم باهاتون تماس میگیرم. سلام امیر جان. سلام. خوبی؟ مرسی. مشکلی پیش اومده؟ نه بابا چیزی نشده. خب مشکلی هست بگو دیگه. چیزی نشده بابا. بگو شاید تونستیم با هم حل کنیم. بیا بشین اینجا برات توضیح بدم. خب بگو ببینم چی شده. پارسال همین موقع بود کنار بابام داشتیم کار میکردیم. روزان مسجد آماده میکردیم واسه محرم. همه رفیقا با هم بودیم، حسن، امید، علی. چند ماه ندیدمشون، حتی ازشون خبرم ندارم. همونایی که هر روز با هم بودیم. دوستان این چیز تو کنده گیره استرار میاد. بگذارین جواد، دلم خیلی پره، یه حوصله هیچیو نداره. ما همون آدماییم امیر. همونا که نمیذاشتیم کار ما حسین زمین بمونه. هممون در دیوار خودمون رو دادیم. ولی نباید کار با عبدالله زمین بمونه. اومدم بهت بگم مثل هر سال با بچه‌ها جمع شیم بریم پای کار با عبدالله. فقط اونه که میتونه الان همونه. جواد بریم. خیلی وقت بود نیومده بودم پیش شهید بونام. دلتنگ بودم. بچه‌ها رو هم هماهنگ کردم. الان میان هم ببینیشون هم بریم کارهای هیئت رو انجام بدیم. دلم واسه بچه‌ها هم خیلی تنگ شده، خیلی وقت ندیدمشون. سلام حسن، خوبی؟ حالت خوبه؟ سلام. تو اینجا چی میکنی؟ والا جواد کارم داشت گفت بیام اینجا. جوادم به من گفته بود. پس ببینیم چیکار ما داشت. بریم دیگه. به بچه‌ها اومدن. همین اینجا چیکار می‌کنی؟ بچه‌ها بس پاشید بریم کارهای هیئت رو انجام بدیم. بریم دیگه.
آقا کار منم تموم شد، خیلی خسته شدیم. بریم چای بخوریم، این ساعت یه شروع میشه. پرچمت عوض شد و زندگیمو عوض کرد. ابا عبدالله ابا عبدالله سینه زنی مسیر بندگیمو عوض کرد. ابا عبدالله ابا عبدالله اومدم یار تو باشم، همسایه دیوار به دیوار تو باشم. سومین سال میام که عزادار تو باشم. به سفیدی موی دخترت بذاریم ده جون بدم برات. اگه کربلا خاک من بشه اینجوری میشم اهل کربلا. ای راه نجات یا ابا عبدالله، جونم به فدات یا ابا